10 تا از معروفترین جنایت‌های ایران. قتل‌های زنجیره‌ای ایران دهه 70 مجموعی از ترورهای مشکوک که قربانیان آن اغلب روشنفکران، نویسندگان و فعالان سیاسی بودند. 2. قتل‌های سعید حنایی، قاتل عنکبوتی سال 1380، قاتلی که در مشهد 16 زن را به قتل رساند و انگیزه خود را پاکسازی جامعه اعلام کرد. 3. خرمنده بیجه، قاتل پاکدشت سال 1383، محمد بسیجه معروف به بیجه، بیش از 20 کودک و نوجوان را بوده و به قتل رساند. 4. پرونده شهلا جاهد، قتل لاله سحرخیزان سال 1381، شهلا معشوقه ناصر محمد هانی متهم به قتل همسر او لاله سحرخیزان شد و این پرونده سالها خبرساز بود. 5. قتل‌های خانوادگی در شهر رید سال 1397، مردی که همسر و فرزندان خود را به طرز فجیعی به قتل رساند و جنایتی تکان دهنده را رقم زد. 6. قتل‌های وحشتناک در متروپول آبادان سال 1401، پرونده‌ای که با فرو ریختن ساختمان متروپول و کشته شدن ده‌ها نفر ابهامات زیادی درباره فساد و سهلنگاری به وجود آورد. 7. ماجرای قاتل سریالی کرج سال 1399، مردی که چندین زن را در کرج رو بوده و به قتل رسانده بود و پس از تحقیقات گسترده پلیس دستگیر شد. 8. قتل بابک خرمدین سال 1400، ماجرای هولناک قتل و مسله کردن بابک خرمدین، کارگردان سینما، توسط والدینش که جامعه را شوکه کرد. شماره 9. پرونده قتل آتنا اصلانی سال 1396، دختر بچه‌ای که در پارساباد مغان رو بوده و توسط یک مرد به قتل رسید. این پرونده تأثیر زیادی بر جامعه داشت. 10. پرونده رومینا اشرفی سال 1399، قتل ناموسی رومینا اشرفی توسط پدرش موجی از واکنش‌های اجتماعی و درخواست تغییر قوانین را به دنبال داشت. این موارد تنها بخشی از جنایات تکان دهنده هستند که در ایران رخ دادند. بحث‌های بسیاری درباره مسائل اجتماعی، قانونی و روانشناسی جنایی ایجاد کردند.